که یک مرد میگد به سوی زن خود گفت اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من طلاق. وقتی این سخن میگد گفت، این زن میگد چند روز از این مرد جدا شدند، زیرا که این شرطی که این شوهر او گذاشت که تو از ماه دیده اگر زیبا نباشی تو در نزد من طلاق هستی. در حال نزد عالما میگه مراجعت کرد که شوهر من چنین شرطی مانده است که اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من حرام هستی. چیکار کنم؟ آیا یگان فتوای دارد که ما باز حیات خودمانه از سر نو بنیاد کنیم؟ نزد میگد منصور همه علما جمع شدند و در تحلیل همین مسئله میگد همگی در فکر رفتند و یکی از اینها میگد، یکی از این علما میگه از جای خود خیست و گفت خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق الله العظیم. ما انسان در بهترین صورت خلق کردیم. از ماه دیده، از آفتاب دیده فرزند انسان زیباتر است. از این خاطر این شوهری که الحال این شرط بر تو مانده است، این شرط بیکار است. تو از ماه هم دیده زیباتر هستی، از آفتاب هم دیده زیباتر هستی. رفته بی نکاح با شوهری خود چکار کن؟ زندگی کن. یعنی البته این آیات هم دلالت بر این میکند که انسان البته زیبا هست، انسان با قدر هست، با فضل هست. لکن باز ناگفته نماند که در دوام همین آیت خداوند بر ما و شما چی میگوید؟ ثم رددناه اسفل السافلین صدق الله العظیم. همین فرزند انسانی که از همه مخلوقات دیده زیباتر است، با قدرتر است، مکرمتر است، همین در پسترین دوزخ با جاش میکنم. همین فرزند انسانی که این قدر منزلت دارد، این قدر قدر دارد، در پسترین سطح دوزخ باز همین فرزند آدم چکار میکند؟ جایگیر میشود. به سبب چی؟ به سبب آن است که خداوند بر ما و شما میگوید ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید به درستی این که ما یک امانت داشتیم که این امانت بر آسمان پیشنهاد کردیم، بر زمین پیشنهاد کردیم، لکن زمین آسمان به این بزرگی رد کردن، قبول نکردن، این امانت قبول نکردن. وقتی که به فرزند آدم این امانت ما پیشنهاد کردیم، در حال فرزند آدم این امانت قبول کرد. این امانت چی است؟ این امانت خداوند میگوید این احسنت جوزیت و این اسأت عقبت. اگر شما به عبادت خدا بپردازین شما مکافاتی نیک میگیرین، اگر از عبادت خدا سرکشی کنین شما چی هستین؟ شما در نزد خدا مکافاتی بد میگیرین. این همان امانتی هست که اگر ما و شما همین عبادت هایی که الحال ما و شما انجام میتیم همون امانت است که خداوند به حضرت آدم پیشنهادش کرد. حضرت آدم این قبول ساخت. اگر ما و شما امروز همین امانت خیانت کنیم، بر همین امانت اگر ما و شما ایرا پسی سر بگذاریم، همون آیتی که خداوند میگوید فرزند آدم در پسترین دوزخ جا میکنم، البته شایسته همون پسترین دوزخ همون بنده ای که از عبادت خدا رو میگرداند سزاوار میگردد.